پدر و مرا، از جمله مادر مرا و پدر کلان مرا، مادر کلان مرا، خانواده مرا، اینمی شما بودین که در خانه هایتان جا دادین، مهمان کردین و 9 سال اینا را مثل خود کردین. و ما مردم پنجشیر امروز برای ما مردم است که اولویت‌ها مهمان شما بودیم، امروز شما مهمان ماست. 9 سال چی که 90 سال اگر که شما در پنجشیر باشین بالای چشم ما جای دارید، به خاطری که شما در وقت قهرمانی تانه، مهمان نوازی تانه، زحمت تانه، کوشش تانه، مجاهدت تانه که مجاهدین یکی از راه های جهاد، یکی از وقتایی که پیغمبر وقتی که هجرت میکنن از مکه به مدینه و او انصار و او به یک ترتیب کسایی که در مدینه و اینا خانه و کاشانه میتن و تمامشان پیغمبر دعا میفرسته که این کمتر از جهاد نیست. این قضیه را شما با حمایتتان، با میزبانیتان، با صداقتتان و مردانگیتان نشان دادید در وقت با تمام نیروی کفری و خطر و دیگه هزار یک فشار شما مجاهدین با آغوش باز پذیرفتید. امروز ما مردم پنجشیر این مجاهدینی که میبینید خودشان مجاهدین های پنجشیر و قماندانا و خرد و کلان پنجشیر کلگی با آغوش باز شما را میپذیرند و در اینجا تا وقتی که بخیر انشالله کاری که میکنیم همیست که امرای مجاهدین ما با مشوره اینا با مشوره شما مشکل وطن هم حل بکنیم که پس بخیر شما سر خانه و کاشانه و باغ و درخت و زمینتان برید، پس بخیر انشالله مصروف زراعت و کشاورزی و کار و دیگه سرنوشتتان برید. تا او وقتی که بخیر دست به دست ما و شما این مشکل حل میکنیم، این خانه تان، این دره تان، خرده گم، کلان گم، هر چیزی که باشه پنجشیری در خدمتتان. هیچ وقتی احساس نداشته باشید که کدام مملکت بیگانه و ملک بیگانه رفت. پنجشیر از پنجشیری که در خانه تو هست. چرا؟ چون تو قهرمانی تا وقت نشان دادی، تو پنجشیری بودن تا وقت نشان دادی، تو مردانگی بودن تا وقت نشان دادی. پنجشیر تنها یک دره است برای داشتن نیست، دیگه مجاهد بودن تنها از شد تا بیان بودن نیست. ما و تو یک خانواده هستیم که از آخر باغان بدخشان تا ریگزار هلمند یک دست به اون لحاظ هر گپی کار چیزی باشه یاد احمد شاه مسعود، مجاهدین احمد شاه مسعود، آدرس احمد شاه مسعود و مردم پنجشیر در خدمتتان. نعره تکبیر! انشالله و خیر پدر و مرا، از جمله مادر مرا و پدر کلان مرا، مادر کلان مرا، خانواده مرا، اینمی شما بودین که در خانه هایتان جا دادین، مهمان کردین و 9 سال اینا را مثل خود کردین. و ما مردم پنجشیر امروز برای ما مردم است که اولویت‌ها مهمان شما بودیم، امروز شما مهمان ماست. 9 سال چی که 90 سال اگر که شما در پنجشیر باشین بالای چشم ما جای دارید، به خاطری که شما در وقت قهرمانی تانه، مهمان نوازی تانه، زحمت تانه، کوشش تانه، مجاهدت تانه که مجاهدین یکی از راه های جهاد، یکی از وقتایی که پیغمبر وقتی که هجرت میکنن از مکه به مدینه و او انصار و او به یک ترتیب کسایی که در مدینه و اینا خانه و کاشانه میتن و تمامشان پیغمبر دعا میفرسته که این کمتر از جهاد نیست. این قضیه را شما با حمایتتان، با میزبانیتان، با صداقتتان و مردانگیتان نشان دادید در وقت با تمام نیروی کفری و خطر و دیگه هزار یک فشار شما مجاهدین با آغوش باز پذیرفتید. امروز ما مردم پنجشیر این مجاهدینی که میبینید خودشان مجاهدین های پنجشیر و قماندانا و خرد و کلان پنجشیر کلگی با آغوش باز شما را میپذیرند و در اینجا تا وقتی که بخیر انشالله کاری که میکنیم همیست که امرای مجاهدین ما با مشوره اینا با مشوره شما مشکل وطن هم حل بکنیم که پس بخیر شما سر خانه و کاشانه و باغ و درخت و زمینتان برید، پس بخیر انشالله مصروف زراعت و کشاورزی و کار و دیگه سرنوشتتان برید. تا او وقتی که بخیر دست به دست ما و شما این مشکل حل میکنیم، این خانه تان،
تان، این دره تان، خورده گم، کلان گم، هر چیزی که باشه پنجشیری در خدمتتان. هیچ وقت احساس نداشته باشید که کدام مملکت بیگانه و ملک بیگانه رفتید. پنجشیر از پنجشیری که در خانه تو است. چرا؟ چون تو قهرمانی تا وقت نشون دادی. تو پنجشیری بودن تا وقت نشون دادی. تو مردانگی بودن تا وقت نشون دادی. پنجشیر تمام یک دره است برای داشتن نیست. درست؟ دیگه مجاهد بودن تمام از شد تا بریا بودن نیست. ما و تو یک خانواده هستیم که از آخر باغان بدخشان تا ریگزار هلمند یک دست یک دست. به اون لحاظ هر کسی کار چیزی باشه یاد احمد شاه مسعود، مجاهدین احمد شاه مسعود، آدرس احمد شاه مسعود و مردم پنجشیر در خدمتتان. نعره تکبیر! به این نسبت انشالله و خیر راهی را که رهروان پس از عمر صاحب قصای توحید سپردن در روز شهادت عمر صاحب ولی یک سره معامله کردن، دروغ گفتن، غرور ما را شکستن، به هویت ما توهین کردن، پرچم ما را خود خمیر ساختن، سرود ما را معامله کردن، در بن ما را فروختن. او راه هویت ما عزت ما. خواهران و برادرای عزیزم، من تشکری میکنم از صورتهای برادرم حرفای دلشان زدن. در قدم اول از تمام اقشار، از تمام اقوام، احزاب و گروه های کامل تشکری میکنم. احمد شاه مسعود سمبل وحدت ملی است. احمد شاه مسعود سمبل عزت و اقتدار ملی است. او کسی است که وقتی که پاکستان در مقابل حتی حکومت نجیب الله میخواست که مداخله نظامی بکنه داخل جلال آباد شود، قهرمان ملی جلوش میگیره و استاک میشه. به هیچ عنوان حاضر به این است که در خاک ما و شما حضور بیگانه باشه. او روحیش بود، او اقتدار ملی را داشت و او اتحاد باور داشت و امروز ما و شما راه را همون قسم حرکت میکنیم و همون باور داریم. چند نکته. یک، بسیاری میبینم که در دفتر ما و در کار ما یک دمره یگان نفر میگفت چرا پکول میپوشی، یگان نفر میگفت چرا دسمال. برای من پکول و دسمال و او پرچم و اون نماد یادآور قهرمانی و عزت و اقتدار الله اکبر. از وقتی که ما از اقتدار خود فاصله گرفتیم خداوند جنجال ها را پیشونی برد. اما برادرای عزیز، 2 سال قبل، 1.5 سال قبل در حضور امیر بزرگوار جمهوری اسلامی دیگر در بالای مرقل قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه بیعت کردیم با مردم، کار خود شروع کردیم و انشاءالله تا وقتی که زنده هستیم اونم عمر جان بله از خدا و قرآن از